عرض ادب و احترام دوستان، شستشوی فن پکیج. حالا روش‌هایی داریم که باد میگیرن و نمیدونم گرد و خاک فقط خارج میشه. اگر تواناییشو دارید، حالا کسی که خودش کاربر پکیج تعمیرکار که وارد باز میکنه، 3 تا پیچ به بدنه داره، یک پیچ هم از بالا به اصطلاح روی پکیج وصل میشه. در هر صورت مجموعه کامل فن که باز میشه میاد بیرون. بعد از باز شدن، دلیل این که اینا چربی میگیره بیشتر پکیجاییه که توی آشپزخونه نصبه، چون 50-60% پکیجا توی آشپزخونه است، الباقی هم معمولا توی بالکنه. این از اون دسته بوده که توی آشپزخونه بوده و تمام اجزای این به اصطلاح فن پر از چربیه، چون معمولا کنار گاز نصب میشه و چربی پخت و پز کاملا مکش میشه به سمت فن. حالا راهش چیه؟ برخلاف تصور همه که فکر میکنن آب نباید به این بخوره، با رعایت یه سری اصول و روش شما میتونید بشورید فنتونو. به چه شکل؟ اینجوری که شما قبل از شستشو 2 تا پیچ 4 سو دارید باز میکنید، زیر این یک واشر سیلیکونی داریم، واشر رو برمیدارید، بولبرینگ رو کاملا با وازلین آغشته میکنید، بعد قالپاق رو مجدد میبندید، پیچ رو صفر میکنید. این کار رو انجام میدیم که به هیچ وجه آب وارد بولبرینگ نشه. با این حال بلافاصله بعد از شستن کاری که انجام میدید خشک کردنه، یعنی با یک بلوور، با یک وسیله‌ای که باد قوی داشته باشه خشک میکنید. بعد از اونم اگر بخاری گازی دارید یا رادیاتور، میتونید یه نیم ساعتی روی رادیاتور یا بخاری گازی با شعله متوسط، نه شعله زیاد، بذارید که چون مداما داخل ما حرارت رو داریم، حرارت 60-70 درجه به این آسیبی نمیزنه. پس بعد از شستن بلا فاصله خشکش کنید، نرید بشورید ولش کنید یا بدون وازلین بشورید بعد بولبرینگاتون داغون میشه. باز برای بهتر شستن شما میتونید داخل یک قوطی نوشابه آب معدنی حدود 1 قاشق غذاخوری، حالا بیشتر یا کمتر، پودر لباسشویی چون چربی بری قوی تری داره بریزید قبل از شروع شستشو، چون خیلی چربی داخل این بلوور و ونتوریه. یک سوراخی به در این میزنید. اول شما کاملا میایید کل اجزا رو آغشته به همین در واقع کفی که کردیم میکنیم. بعد از 2-3 دقیقه 4-5 دقیقه بیشتر نمیخواد بمونه، با فشار آب میشوریم و اینم بگم به هیچ وجه با کارواش نشورید، چون پروانه های این آلومینیومیه یا کلا این اجزای این واشراش سیبکتوره، تقریبا یک جورایی تعلیق عین جلوبندی ماشین چجوریه، لرزگیر حساب میشه. با فشار زیاد تمام اینا داغون میشه. به هیچ وجه با کارواش شسته نشه، با فشار شیلنگ، فشار آب معمولی. من الان دارم کفو میزنم، همین زمان کف زدنم کلی چربی داره کنده میشه. بعد از 5 دقیقه شروع میکنیم آب کشی.